سلام، امروز میخوام بهت بگم که اگه یه میلیارد داشتم چیکار میکردم. اولش یه ماشین میخریدم، اصلا یه دونه از اینا، ولی وایسا یه توست میزنه میبره که بعد ببینیم یه آقای شامل نمیشه. پس خونه میخریدم، خونه که نمیدوزدن، ولی وایسا یه روز زلزله میاد، یه روز آب از سقف میاد، یه روز همسایه میگه دیوار شما روی دیوار ماست. نه ول کن. آخه یه میلیارد که الان دستم نمیدن، کی به من میده؟ بابام؟ نه دولت، نه یه عمو توی آمریکا. اگه داشتم که الان اینجا نبودم. پس چیکار کنم؟ یوتیوب؟ آره، البته کنم ترید، اونم که باید یاد بگیرم، فروش آنلاین، اونم که باید جنس داشته باشم. همشون خوبم ولی من یه ذره کشدم. نه خیلی کشدم. یعنی یه میلیارد اگه بیاد دستم احتمالا میدم یه نفر دیگه سرمایه گذاری کنه برام، بعدشم که فرار میکنه میره که. ولی حس میکنم من بلدم.